تو این ویدیو میخوایم راجع به آپدیت ربات انسان نمای تسلا صحبت کنیم. بریم تو ویدیو. توی ویدیویی که خود تسلا منتشر کرده میگن که این ربات 30% تندتر راه میره نسبت به ورژن قبلیش و همینطور حاج آقا رفته باشگاه رژیم گرفته 10 کیلوگرم سبکتر شده. قبل اینکه بریم سراغ تیکه بعدی لایک و سابسکرایب یادتون نره. مهندسین شرکت تسلا اومدن یه سری قطعه تولید کردن بهش میگن اکچویتر، نمیدونم فارسیش چی میشه. اینا باعث شده که خیلی هم تو لحظه حرکت و همینجوری واکنش های این ربات خیلی انسانگونه تر بشه. همین چند روز پیش من یه ویدیویی دیدم، یه آقای استاد دانشگاه ربات دونی داشت راجع به اینکه چرا این ربات سریعتر راه میره صحبت میکرد. یه رب داشت راجع به پاهاش و اینکه چقدر شبیه آدم راه میره حرف میزد. اگه دقت بکنید اول پشت پاشو میذاره رو زمین، بعد جلوی پاشو. خیلی خفن شده. حرکت دستا و گردنش هم نسبت به ورژن قبلی آپدیت خیلی خفنی داشته. اینجا رو نگاه کنید، مثلا تخم مرغ رو میگیره تو دستش ولی اونقدر فشار نمیاره بهش که تخم مرغ بشکنه. واقعا ترسناکه. یعنی شما فکر کنید تو خیابون دارین راه میرین بعد مثلا 4 تا از این ربات‌ها کنارتون رد میشن. توی ویدیو معرفی این آپدیت جدید خود ایلان ماسک میگه که این اولین باریه که این ربات بدون سیم داره میاد توی صحنه. ایلان ماسک اومده راجع به دقت این ربات گفته که حدود 1 سال دیگه این ربات میتونه سوزن رو نخ کنه. اینم از آپدیت جدید ربات تسلا. تا ویدیوی بعدی. Unlock the power of your mind. Unlock it with AI knowledge. We'll leave no question behind.